عروسی نودختر را شاه به دکتر برد. دکتر کاری کرد که به شما پسند می آید. مادر و خاله‌هایش برای پسرشان به دختر کابی برآمدند. پسر از مادرش خواهش کرد که یگان دختر جوان و زیبا را برای او بیابند. خاله‌هایش و مادرش به یک خانه رفتند و دیدند که یک دختر سطردار و با آداب است. پسر برای دیدن او رفت. دختر خیلی زیبا بود. همه همسایه ها می گفتند که به مثل او دختر وجود ندارد. پسر راضی شد تا با آن دختر توی کند. دختر را به فاتحه او در آوردند. از بین چند روز گذشت. پسر برای خونسپاری به دکتر رفت. مادر دختر عروس شونده او را نیز آورده بود. هر دو خون سپاریدند. پسر بعد خونسپاری از مادر دختر خواهش کرد که یک بار با عروس شونده اش از پیش صحبت کند. با دختر آنها به یک کنج رفتند. پسر از دختر پرسید: خوراک پخته می توانی؟ لباس درزمال کرده می توانی؟ گالستوک بسته می توانی؟ پسر پی هم سوال دادن گرفت و دختر گفت: ممکن است من هم یک سوال دهم؟ پسر راضی شد. دختر شرم داشته پرسید: میبخشید شما نماز میخوانید؟ پسر از این سوال کمی خود را ناهنجار حس کرد و نگفته جواب داد. دختر از جواب او حیران شده گفت: امیدوارم که بعد توی در خانه پدر و مادرت یک جایه با جماعت نماز میگذاریم. پسر گفت: بسیاری ها نماز میخوانند، اما گپ دل است. اگر دلت پاک نباشد نمازت فایده ای ندارد. دختر به گپ های پسر آرامانه گوش میداد و در آخر کمی سراسیمه شده گفت: میدونم که گپ پاکی دل است، اما تنها نماز و راز و نیاز با خدا دل را پاک میکند. پسر از این گپی دختر سرش ویران شد و گفت: تو چی گمان میکنی که دل ما پاک نیست؟ دختر از آواز بلند پسر ترسیده نمیدونست چی جواب دهد. و پسر نفرید که دختر در ایمان و تقوا یک قدم از او پیش است و گفت: دختر، من نمیخواهم که بعد توی تو مرا نصیحت کرده گردی. حالا هم سری وقت است. من نمیخواهم با تو خانه دار شوم. این توی نیز برپا نشد. پسر در جستجوی دختری نو شد. عاقبت دختری را یافت به خودش مانند و خیلی زیبا و شوخ. او را به فاتحه پسر در آوردند. بعد از یک ماه توی شد. پسر رفته از دستان دختر داشته او را به خانه آورد. همه اهل خانواده خرسند بودند. تا نیمه شب حافظی و رقص بازی دوام کرد. آن شب را پسر در تنهایی روز کرد. شب دیگر او را با دختر تنها گذاشتند. او لباسهای تازه و پاکیزه اش را پوشیده به نزد دختر در آمد. دختر در یک گوشه خانه راست می ایستاد و طرف او ترسیده نگاه می کرد. پسر آهسته به او نزدیک شد و او را برداشته به رخت خواب آورد. بعد از مدت طبع پسر خیره گشت. از سر و روی او عرق شارید. او در حقیقت این را انتظار نبود. پسر به چشمانش باور نکرده چشمانش را بار دیگر میمالید و به جاگاه نظر میکرد، اما اثر خون در رخت خواب دیدن نمیشد. پسر تا سحر انتظار شد و سحر اول به مادر خود خبر داد. مادرش مصلحت داد که حالا این گپ را به هیچ کس نگوید و باید آنها خپودم و دکتر رفته این را انیق کنند. عروس را صبح سحر با ماشین سیاه شیشه سوار کرده به دکتر رفتند. در دکتر همه در نوبت می ایستادند. پسر نوبت چند نفر را پول داده خرید و هرچی تیزتر به نزد دکتر در آمدند. دکتر شناس مادر پسر بود و خیلی دکتر باوریناک بود. دختر را به نزد دکتر در آورده واقعه را نقل کردند. دکتر به همه‌اش گوش داد و خواهش کرد که مادر و پسر از حجره بیرون شوند. این داروی هفتگیاه برای بیماری های عضوهای مردانه پروستاتیت میگویند. امروز برای کسلی های معده، روده، گرده، خصوصا عصب. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، پسوریاز، بیماری های معده و روده و دیگر بیماری ها می باشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود. در کوه و بیابان های تاجیکستان می روید. از همه بهترین است.
شما فقط زنگ زنید، ما دارو رو بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بی پول. دختر از ترس میلرزید و به خودش باوری نداشت، زیرا از صنف دهمی این جانب با یک همصنفش رابطه کرده دختریش را از دست داده بود. دکتر زنی با وقار و با انصاف و حقیقت گو بود. او دید که در حقیقت دختر کیها باز بکارتش را از دست داده است. بعد معاینه حیف دختر حیف گفت و به بیرون برآمده میخواست و پسر و مادر پسر خبری بد را رساند. او به نزد در آمد و آهسته به گپ‌های پسر گوش انداخت. پسر در پشت در با مادرش بحث میکرد. مادر به او میگفت که حالا بر وقت است به پدر و مادر دختر زنگ نزند. اما پسر یک رویش را گرفته میگفت مادر، من کودک نیستم که دختر را از نادختر فرق کردن نتوانم. من خوب میدانم که این دختر نادختر است، برای که پیش از این میدانی با چند دختر همخوابگی کردم. این یکم دختر نیست که من با او همخوابگی میکنم. دختر همه گپ‌های پسر را میشنید. او در رک شده آنها را جیغ زدنی بود، اما این گپ‌های پسر را شنیده از فکرش گشت. دکتر به دختر گفت که رفته زندگیش را ادامه دهد. خودش به نزد پسر و مادر پسر برآمده گفت می توانید رفته بی تشویش زندگیتان را ادامه دهید، زیرا دختر تازه است و پیش از پسر شما با یگان نفر دیگر همخوابگی نکرده است. پسر شما نیز درست میگوید، این بگاه از او خون نبرآمده است، زیرا از بعضی دخترها خون نمیبراید. این واقعه معمولی است. پسر از این گپ‌های دکتر خرسند شد و دست عروسش را گرفته خنده‌کنان از بیمارخانه بیرون شد. دکتر یک آه سبک کشیده به حجره‌اش در آمده زیر لب گفت خدا هر نفر را به قدر پاکیش همسر می‌دهد. بنابر همین برادران، اگر می‌خواهیم که همسرهایمان مثل خدیجه کبریا باشند، باید ما خود محمد باشیم. باقی در پناه الله باشید. لایک و ابونه شدن را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مؤلف قصه خون.